اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه خیر، با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال. یک معاهده هم تشکیل شد. البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتاً آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخاستن مذاکره کردن، گفتگو کردن، خندیدن، دست دادن، رفاقت کردن، همه کار کردن. یه معاهده تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنم و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد. تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتن که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره 2 سال به نظرم به بیشتر کمتر این مذاکره طول کشید. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنیم. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.